سلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من اوید بر رمضان نمازی تراویح هر شب میشد که در شب نماز رمضان این عربا گفتن که 8 رکعت نماز تراویح میشن و دیگر کسا در کره گفتن که 20 رکعت میشد. گفتن که کدامش درست تر است؟ ما کدام 8 رکعت خونیم یا 20 رکعت خونیم می؟ مسجدی که میروید چند رکعت میخونه؟ عربا 8 رکعت میخوانن، ما 8 رکعت میخوانیم قطعه هاشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من صلى مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیله. کدام آدمی که همراهی امامش نماز خواند تا برگشتن امام، یعنی تا همون جماعت با آخر رسیدن اگر نماز خواند، کتب له قیام لیله، برای همین آدم نماز شبی پره نوشته میشد. اگر شما در مسجد نماز میخوانید که مردمش 20 رکعت میخوانده باشد، 8 رکعت یا 10 رکعت خوانده خسته نروید. 20 رکعت، 3 رکعت ویتر همشه خوانید. برای چی؟ برای آنکه اگر شما همین 23 رکعت همشه خوانید، همراهی جماعت ویتر رو هم خوانید، کتب له قیام لیله، برای این آدم شبی پره نماز خوان گفته نوشته میشد، شب زنده داری کرد گفته نوشته. اگر شما 20 رکعت خوانید ویتر نخوانده روید، در این حالت شما کتب له قیام لیله محروم میشید از این فضیلت. شما تا برگشتن امام نماز نخواندید. بنابراین مسجدتان اگر 11 رکعته باشد، یعنی 8 رکعت تراویح، 3 رکعت ویتر میخوانده باشد، 11 رکعت شما همراه امام پر خوانید. اگر در نظرتان نمازتان کم باشد، میتونید آمده در خانه بعد اضافتا خوانید. حالا ما در آخر این برنامه یک نوار پخش میکنیم درباره ویتر. ویتر در شبهای رمضان تقریبا 20 دقیقه هست. به تفصیل چگونه ویتر خوانده شود، آدمی که در مسجد نماز خوانده با آمده تحیات میخوانده، از همین سوال هر سال تکرار میشد. برادرای عزیز اهمیت دهید. خلاصه در کدام مسجدی که رفتید چند رکعتی که خواند همون قدر خوانید. الا اگر 11 رکعت برایتان کمی کند، آمده شبانه نماز خوانید، با میتونید. مسئله ویتر گفتیم، ویتر چه خیل کنیم گوی دیگر در اونجا بیان کرده هستیم. اما مسئله نماز 20 رکعته و نماز 11 رکعته، این مسئله ها و شارع یعنی الله و رسولش نگفته است در قرآن تراویح چند رکعت. شریعت ما رو ترغیب کرده است که شبهای رمضان نماز گذاریم. امر کرده است و اطلاق گذاشته است، یعنی مطلق مانده است، قید نکرده است، نگفته است که چند رکعت. بنابراین کسی 20 رکعت خواند مانند قول جمهور علما، مذهب حنفی، مذهب شافعی، مذهب امام احمد، سفیان ثوری و یک قول در مذهب امام مالک، یعنی قول جمهور هست. کسی 20 رکعت خواند فله ذلک، این هم به فایده او هست. و کسی که مثلا 36 رکعت خواند مانند مذهب مالک، وی هم خوب است. کسی 41 رکعت خواند وی هم خوب است. شریعت برادرای عزیز قید ماندگی نیست. یگان حدیث نیست در دنیا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشن که تراویح را 40 رکعت خوانید یا 80 رکعت خوانید گفته باشن، نیست. این چنین در قرآن هم الله تعالی تعریف کرده است آنهایی که شبها نماز میخوانند و باللیل، و شبها آنها نماز میخوانند. و الله تعالی گفت که تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا. شبها پهلوهاشون از جایگاه ها برداشته میشن، نماز میخوانند، از الله تعالی میپرسن از فضل و رحمتش و از عذابش پناه میطلبند، لیکن نگفت که چند رکعت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شبهای رمضان نماز گذاره گناهش بخشیده میشد. نگفتن یک چند رکعت، حدی محدود از جانب شارع آمده است. لیکن حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافتشون وقتی که مردم رو امر کردن 20 رکعت خوانیدن گفتن،
ابی ابن کعب را یعنی امری حتمی امری استحباب گفتن که 20 رکعت خوانید. بعد اونا 5 ترویحه میخوندن، یعنی 4 رکعت 2 رکعتی، هر نماز 2 رکعتی 4 رکعت میخوندن، در بینش استراحت میکردن چون که طولانی بود نمازشون. بعد 5 رکعتی 4 رکعتی دیگه میخوندن با استراحت میکردن. همین گونه 20 رکعت میخوندن، بعد در آخرش ویتر میخوندن. که به این قول حضرت عمر رضی الله عنه جمهور صحابه ها، همه صحابه ها عمل کردن، هیچ کس خلاف نبرآمد. نه حضرت عایشه رضی الله عنها زنده بودن، نه غیر حضرت عایشه. یگان کس اعتراض بیان نکرد که حضرت عمر برای چی 20 رکعت میخوانی، نگفت، چون که صحابه ها صاحب فهم بودن. کسی چند رکعت خواند یگان باکی ندارد برادران. المهم خوانید، لیکن از 8 رکعت کم نباشد گفتیان بعضی علما، قیاساً به نماز تهجدی پیامبر صلی الله علیه و سلم. بله، نماز تهجد از نماز تراویح فرق میکنه. نماز تهجد بعد خواب کرده خستن میشه، تراویح بعد خفتن میشه. به هر حال کسی تراویح هم خواند، تهجد هم خواند، این آدم در وی خیر است. مهم این که شب‌های رمضان رو با نماز گذرانید، در کدام مسجدی دنیا باشید. مثلا در تاجیکستان 20 رکعت خوانید تا 8 رکعت خونده خسته نروید. 23 رکعت ویتر هم خوانید بعد روید. مثلا در روسیه 8 رکعت، اوکراین 8 رکعت، اروپا 8 رکعت، تمام کشورهای اروپا. خیلی مسجدهای ترکا 20 رکعت میخواند، مثال دیگر مسجدها 8 رکعت میخواند. این اگه اون مشکل ندارد. شریعت به این واسطه جنگ و جدال و بدبینی و این کارا درست نیست. کدام مسجدی که رفتید تکلف نکنید. مسجدی که عادتا نماز میخواند اونجا رفتن گیرید. چند رکعتی که ما خواند مقدر خوانید، کمی کند با اومده زیادتی خوانید. والله تعالی